از در راه‌های خامه و پیچ در پیچ سفرم را به سوی قریه خواجه سربور آغاز کردم، جایی که طبیعت و زندگی ساده مردم هنوز رنگ اصالت خود را حفظ کرده است. در میان خانه‌های کاهگلی صدای آرام زندگی جریان دارد. کاریزهای آب مثل رگ‌های زنده زمین حیات را به کشتزارها می‌رسانند و حوض بزرگ آب در قلب قریه امید زراعت مردم را زنده نگه داشته است. دره‌های اطراف پوشیده از گل‌های رنگارنگ بهاری اند. بهار که میرسد مردم برای چیدن رواش به دل کوه‌ها میروند. فصلی که زندگی در اینجا دوباره جان میگیرد. خواجه سربور تنها قریه نیست، قصه است از مقاومت طبیعت و زندگی واقعی. جایی که هر قدم بوی تازگی و زیبایی را با خود دارد. از شرق تا غرب قریه‌جات چون نوزادی‌ها و شورابک و در شمال دم دره این منطقه را در آغوش گرفتند. نام خواجه سربور خود داستان دارد، روایت از بزرگواری که با سر بریده تا این سرزمین آمده و همانجا آرام گرفته است. افسانه‌ای که هنوز در دل مردم زنده است. مردم اینجا به زبان دری صحبت می کنند. بیشتر مصروف زراعت و دامداری اند و در کنار آن درختان توت، زردالو، بادام و پسته زینت بخش این سرزمین است.